در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک مرد سالخورده دختر نابالغش را به دزدی پول دارووریش عیبدار کرده کودک عاجز را با یک بیرحمی مخصوص تا مردنش لطکوب کرده است. وزارت کارهای داخله این جنایت را ننگاورترین جنایت نامیده و گفت متاسفانه جهل و رذالت بعضا در وجود برخی انسانها تا اندازه ریشه می‌دواند که حتی قصد جان عزیزان خود میکنند و دست خود را به خود آغشته میسازند. سراج الدین شکوری کارمند مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی پایتخت در یک گزارش مفصل که شام 2 نوامبر سال 2022 در نشر دولتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد برخی تفصیلات این جنایت را بازگویی کرد. بنا به این گزارش نشر شده شهروند سعیدوف گوریز شریپوویچ ساکن 66 ساله کوچه خیرآباد نویه شامنصور شهر دوشنبه روز 28 اکتبر سال 2022 دختر 11 سالش مدینه سعیدووا را در دزدیدن پولهایی که برای خریدن داروواری جمع کرده بود گناهکار کرده او را شدیداً لطکوب کرده است. گوریز سعیدوف در گزارش میگوید دیگر در یادش نیست که آن روز به بدن دخترش با چوب و کلتک و مشت و لغت چند ضربه زد. تا کنون معلوم نیست که آیا پولهای گم شده گوریز سعیدوف را دختر با بیرحمی مخصوص کشته شدهش گرفته بود یا آن پولها را در جای دیگر گم کرده است. خود گوریز سعیدوف اصرار می‌ورزد که گویا مدینه بعد لطکوبش اقرار کرده است که پولها را او گرفته است، ولی اینکه او این کار را در حقیقت کرده بود یا در نتیجه شکنجه مجبور شد که گناه ناکرده را به گردن بگیرد این دیگر یک سوال بی جواب باقی میماند. سر این کار را مدینه غره‌مرگ با خود به گور برد. سراج الدین شکوری در گزارشش میگوید این حادثه نه فقط جان یک کودک از 100 گل یک گلش هم نشکفته را گرفت بلکه این عائله را دو طرفه غرق ماتم و غم کرد. از یک طرف مدینه غره‌مرگ که متاسفانه قربان جهالت پدرش شد، از طرف دیگر خود این پدر جاهل که در این سن پیری با جرم قتل فرزند خودش به کرسی عیبداری می نشیند و تا پایان عمرش بار وزن قتل فرزندش را به دوش خود خواهد کشید. جانان برادزاده مفتش دادستانی شهر دوشنبه گفت دادستانی پایتخت در رابطه با این کشتار بر اساس قسم 2 ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشوده است. به گوریز سعیدوف بر اساس این بند قانون همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید میکند.